سلامونه خراغلاست دی سیټي والد میډیا ته مینوالو نن مو هم لکه د پرون په څیر تازه او په زړه پورې معلومات د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه تاسو ته انشاءالله په خپرونه کې چمتو کړي هیله کوم چې موږ سره تر پایه ملتیا وکړي د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د نړۍ خطرناک ترینه پلونه مو در معرفي کوم دا پلونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې شتون لري راځي د دغو خطرناک ترینو پلونو په باره کې په اړه پوه شو بیا هم موږ سره ملتیا وکړئ. پل معلق حسینی در پاکستان. پل معلق حسینی خطرناک ترین پل در جهان محسوب می شود. این پل تناب روی دریاچه برید یعنی در قسمت بالایی دریای هنزه قرار دارد. پل حسینی بسیار سست است و وقتی از روی آن عبور می کنید به شدت تکان می خورد، یعنی اگر یک گام اشتباه بردارید به رودخانه سقوط می کنید. با این حال افراد شجاع دوست دارند تا با عبور از این پل شجاعت خود را ثابت نماید. پل آسمان لنگاوی در مالزی. این پل ترسناک در مالزیا 122 متر ارتفاع دارد و بارها برای تعمیرات بسته شده است. بسیاری جرأت عبور از این پل را ندارند. 2 سال بسته بودن این پل به دلیل ناامنی آن به شهرتش آسیب زده است. این شایعه نیز وجود دارد که این پل میتواند فرو بریزد. پل 7 مایلی در فلوریدا. این پل که طول آن 7 مایل است 11.27 کیلومتر است و در فلوریدا قرار دارد و جزیره میانی را به جزیره اردک کوچک متصل می کند. این پل در زمان ساخت از بلندترین پل‌های جهان بوده و برنده 8 جایزه شده است. شاید این پل به اندازه پل آسمان لنگاوی ترسناک نباشد، ولی حتی تصور این که در هوای طوفانی در وسط آن گیر بیفتید نیز دلهره آور است. پل تنابی در آیلند شمالی. شاید این پل 20 متری چندان ترسناک به نظر نرسد، ولی افراد اندکی می تواند مسیری رفت و برگشت را روی این پل عبور کنند. البته آنها سقوط نمی کنند و فقط جرأت دوباره عبور از روی پل را ندارند و ترجیح می دهند که مسیر برگشت را با قایق طی کنند. این پل که 30 متر بالاتر است، صخره‌های ناهموار و آب‌های متلاطم قرار دارد، از جاذبه‌های گردشگری محسوب می شود و برای عبور از آن باید تکت خریداری شود. پل گذرگاه فریب در واشنگتن. پل گذرگاه فریب حتی از دور نیز بسیار وحشتناک به نظر می رسد. این پل 55 متر از سطح آب ارتفاع دارد و جزایر ویدبی و فیدالیگو را به یکدیگر وصل می کند. در دهه 1900 مردم محلی با قایق از روی آن عبور می کردند، ولی امروز آنها از این پل استفاده می کنند. البته شاید ما و شما هنوز هم استفاده از قایق را ترجیح بدهیم. این پل سازه شگفت انگیزی است ولی چندان محکم به نظر نمی رسد. پل جاودانه ها در چین. پل جاودانه ها رشته کوههای هوانشان شهر آنهوی جنوبی را با شرق چین متصل می کند. عبور از این پل سرگیچ‌آور بسیار ترسناک است ولی چشم اندازهای زیبایی دارد. پل دیگر نیز در کنار این کوه وجود دارد که صرفاً از چند تخته چوبی ساخته شده است. عبور از این پل بسیار هیجان انگیز است ولی توصیه می کنیم که هنگام عبور از آن به پایین نگاه نکنید. پل معلق گاسا در نیپال. این پل ترسناک یکی از راه‌های اصلی حمل و نقل برای مردم محل در روستا است. این پل برای عبور مردم و حیوانات ساخته شده است و هر روز چوپان‌ها و حیوانات از آن عبور می کنند. پل معلق گاسا بسیار باریک است و در ارتفاع زیاد بالای یک دره رودخانه قرار دارد. این پل در معرض بادها قرار دارد که به طور معمول در این منطقه می‌وزند. مردم محل به این پل
عادت کردند، ولی بسیار از گردشگران جرأت عبور از آن را ندارند. شاید این پل شکننده و ناپایدار به نظر برسد، ولی ستونهای بلند دارد که آن را امن‌تر می کند. پل استورز استاندد در نروژ از مشهورترین پل ها است. چشم اندازی روی این پل بسیار شگفت‌انگیز است و این پل از محبوب ترین مسیرهای گردشگری در نروژ به شمار می رود. چشم انداز کوه ها بسیار عالی است و مسیر پل نیز دلهره آور است. بعضی ها این پل را جاده نابکجا آباد توصیف می کند، زیرا به نظر می رسد که تا دوردست ها ادامه دارد. پل کشوای چاکا در پیرو. بیشتر پل ها از چوب یا فولاد ساخته می شوند، ولی این پل از علف های با هم بافته ساخته شده است. البته نگران نباشید، پل کشوا چاکا 500 سال دوام آورده است و می تواند وزن شما را تحمل کند. اینکاها این پل را ساختند و برای ساخت آن از کارگران زیاد استفاده کردند. زنان طناب‌های کوچک و باریک را بافتند و مردان نیز با بافتن این طناب‌ها به یکدیگر طناب‌ها را ضخیم و محکم بافتند و این کار نشان دهنده توانایی‌های اینکاها و روش‌های جالب آنها است. پل ایشیما اوهاشی در ژاپن. ما معمار نیستیم، ولی به نظر می رسد که این پل قوانین فیزیکی را نیز زیر پا می گذارد. ارتفاع این پل 44 متر هست. این پل 7 سال طول کشیده است. این پل سومین پل بزرگ در جهان است. خراغلاست تاسو وکتل واقعیت بیلابیل پلونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې او د دې پلونو د ځانګړنه د دې باعث کېده ترڅو گردشګران یا سیلانیان نړیوال سیلانیان خپل ځان ته راکش کړي. تاسو به هم په ځینو هیوادو ته که سفر ځئ نو حتما دغه پلو څخه لیدنه وکړئ. دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه چې د سیټي وال میډیا څخه مو تاسو ته وړاندې کړه. سبا به هم تاسو سره ښکلي خواږه او خوندور معلومات شریکوم. هیله کوم چې دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. رښتیا یادونه کوم چې زموږ د چینل سبسکرایب له یاده مه باسئ. ترڅنګ هم موږ په فیسبوک کې هم لایک کړئ د موږ صفحه او په انستاګرام کې هم موږ شتون لرو. تاسو ته منتظر یو. ټیک ټاک کې هم موږ کولی شئ پیدا کړئ. تاسو تر بیا په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.